روایت شماره 2420 2420 کتاب صحیح بخاری. از ابو هریره روایت است که پیامبر فرمود: همانا قصد آن کردم که به ادای نماز امر کنم و اقامت گفته شود و سپس به سوی خانه های کسانی بروم که به نماز جماعت حاضر نمی شوند و خانه های آنها را بر ایشان بسوزانم. این پیامبر خشنی قصد کرده. البته اینجا قصد، دوستان عزیز، هدف از قصد آرزو نیست. هدف از قصد این نیست که این کار را نمی کنه، فقط قصد کرده. یعنی چی؟ یعنی به خودش وعده داده که کسایی اگر در نماز نیایند، بره این پیامبر صلح و مهربانی به خاطر از اینکه در نماز جماعت حاضر نمیشن، خانه هایشان را چی کنه؟ بر ایشان بسوزانه. حداقل طالب خوب بود، دره میزد در دوره اولشان. من 4 ساله 5 ساله بچه بودم دوره اولشان. اما این محمد از طالبم که خشن بوده. طالبش خانه ای را به خاطر بینمازی آتش نزده بود، قصدم نکرده بود. اما اینجا پیامبر صلح و مهربانی، پیامبر دلها که میگن قصد کرده که خانه را به خاطر بینمازی آتش بزنه. سبحان الله و بحمده.